انجام دادین شما عزیزم؟ من عزیزم 1 ماه پیش کلاژن صورت انجام دادم و واقعا روی صورتم خیلی نتیجه خوبی دیدم. یعنی کاملا شفا، یعنی از نیم ساعت یا 1 ساعت بعدش اصلا کلا هر جا میرفتم میگفتن چیزی به پوستت زدی و اینا. این امروزم بار دوممه. خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم. واقعا رو صورتم، زیر چشمم خیلی تاثیر بسیار خوبی گذاشت. یعنی واقعا فکر میکنم خیلی چیز خوبی باشه برای صورت، زیر چشم و واقعا من تاثیر مثبتی گرفتم. امروزم بار دوممه. در واقع مثل اینه که ما به پوست غذا میدیم. با افزایش سن مثلا تو خانوما خب کلاژن پوست کاهش پیدا میکنه. ما با تزریق زیر پوستی این دارو باعث میشیم که یک سری مواد اولیه با حجم بالا در اختیار سلول‌های کلاژن ساز قرار بگیره، شروع به فعالیت بکنن و شروع به بازسازی پوست بکنن.